با سلام. آنچه که در حال حاضر میبینید آب هندوانه هست که در حال جوشیدن هست برای تهیه شیره هندوانه هست. توجه داشته باشین عزیزان، برای تهیه شیره هندوانه ما بایستی آب هندوانه را به هر طریق ممکنی که میتونیم در مراحل اولیه بگیریم و بعد آب هندوانه را از صافی رد میکنیم. در ساعتهای اولیه که آب هندوانه را گرفتیم باید اونو بجوشانیم. یک کفی مثل همین و بیشتر از این در ساعت اولیه مشاهده میکنید. با اینا همه آب هندوانه رو باید از صافی رد کنیم. بعد از اینکه از صافی رد کردیم دوباره میجوشانیم به مدت 2 ساعت و دوباره یک کفایی مثل همین مشاهده میکنیم. دوباره از صافی رد میکنیم. این جوشاندن و این صافی رد کردن در 4 مرحله انجام میشه تا بتونیم یک شیره هندوانه هر تمیز و شیشه‌ای داشته باشیم که تقریبا این جوشاندن و گرفتن شیره هندوانه به مدت 8 ساعت وقت میبره. حالا طول میکشه. ما باید تا بتونیم یک شیره هندوانه بسیار تمیز شیشه‌ای و بسیار خوشمزه داشته باشیم. من انشالله در پایان کارم از شیره تهیه شده براتون فیلم میذارم. ببینید در هر مرحله که ما جوشاندیم بایستی از صافی رد کنیم، وگرنه ترش میشه یا تلخ میشه، طعمش عوض میشه. بایستی ما گوشت های هندوانه را از داخل آب هندوانه جدا کنیم. ممنون.